اربعین واجبه؟ نه. شب عاشورا هم یاری کردن برای امام حسین واجب نبود. امام حسین به کسی تکلیف نکرد، فرمود میخواید برید. هر کی امسال اربعین کار داره نیاد. بله، به همین سادگی. هر کی گرفتاره نیاد. اربعین محل تکلیف نیست، محل تمناست. تو باید زار بزنی، از حسین تمنا کنی آقا اجازه بده اربعین بیام امسال. اربعین مال فقرایی است که پول ندارن، با هزار بدبختی وام جور میکنن میرن کربلا برای حسین. پولدارای عزیز وقتای دیگه هم میتونن راحت برن اربعین. اربعین تأسیه به اون یار سید الشهداست که فرمود اکبر هم شب عاشورا مهمون داریم، یه یار داره برای ما میاد. آقا جون محاصره ایم، یار چجوری داره میاد؟ فرمود بیا بریم اطراف خیمه. دید یه نفر داره خودش رو زمین میکشه میاد، نه از ترس دشمن، چون پا نداشت، پاهاشو در جنگ امیرالمومنین از دست داده بود. آقا تا دیدش فرمود که عزیزم جهاد بر تو واجب نیست، چرا اینقدر زحمت افتادی اومدی؟ گفت حسین جان بیرونم نکن، بذار نشسته برات تیر میزنم. روز عاشورا نشسته اینقدر تیر برای حسین زد. اربعین یاری حسین است، پیاده روی برای حسین است توسط کسانی که پا ندارن. اربعین مال ایناست.